سلام بچه‌ها. تقسیم کسری صفحه 36 می‌خواهیم 5 کلوچه را به طور مساوی بین 3 نفر تقسیم کنیم و هر کدام چه مقدار. توی تقسیم بچه‌ها مقدار میگیم، مقدار خیلی مهمه. کلوچه میرسه. خب گفته 5 تقسیم بر 3 می‌کنیم. میایم 5 رو تقسیم بر 3 می‌کنیم. وقتی که میایم اینور مساوی ضرب میشه. تقسیم وقتی که اینور مساوی بیایم ضرب میشه. میگیم به هر کدام از اینا واحد از صورت یک بهش میدیم بچه‌ها. گفته به 3 نفر، شکل ما 3 نفر کاملا 1 2 3. خب ما برای این نفراتمون یک صورت یک بهشون میدیم. میگیم 5 ضرب در 1 5 سوم. پس ما باید به هر کدوم 5 قسمت از این کلوچه هایی که داریم بدیم. حالا چون کسر بزرگتر از واحد هست میایم به عدد مخفی تبدیل میکنیم. میشه هر کدوم از اینا